میلا میفهمی؟ من اینا رو میبرم به دوست را بفهمیدی؟ اینا ما با تکی سیخو کنیم تو سیخو که چی میگم تو سیخو که چی میگم خاکنداز بفهمیدی؟ خودی جارو و تا دلیز گذاشته پاک خونه ها دلیل آشپزخونه پاک جارو میکنی که تو یک خوشه نمون بتایی بابا ما سرا برتکه بیری شده کرای نشین میدیم بیری شده ما میره تا خونه رو جاری کنیم واسه دیگه نگه کردی مرتکه لمشتی بده سگو تا خونه ما رو همه لمش کرده بفهمیدی که چی میگم پاک جارو میکنی در چینی تو اینجا چیکار میکنی؟ چینی نمیه خود بابا نمیری؟ یا برو بیا تا خونه ها دلیز آشپزخونه همه تا سرا پاک جارو میکنی آماده میکنی که تو یک خوشه و تا سرا و تا خونه نباشه و اگه مثلا جاری نکنی چیکار میشه؟ مرتکه میگه مرتکه لمشتی بیده سرام لمش کردم چیکار کردم فلان کردم باید پاک جاروشو برای این تحویل کن شما میری؟ ها دیگه من میرم اینا رو میبرم گردن بند باشه بابا این رنگ نداره چرا؟ سرا یکه من میترسم اینه چه بترسی تو نام خود میگی اینه میترسی سرا نارسه کنید دم کرد ها بله صدا میپیچه بابا دلچینی هم پیش خونگاه داره دلچینی هم پیش خونگاه داره خدای نکرده میشه دهن از این قلف شه بابا من دهن من قلف شه جواب مادر من چی میدین؟ یعنی من بیام برای صفحه خود جارو کنم دلچینی نمیترسی؟ نه برو دیگه برو پاک جارو میکنه اردین فرشمو الان من اینا رو برمیدارم میرم خوبه بابا اینطور کنی حالا شاید گدا باشه سگو کینه در سرم کی بود در سرم؟ کی بود در سرم؟ همسایه بود میگه بچه ما اینجا نیه گفتن نه ما اینجا البته کودکستانیه خب برو کار کن بده پاک تا دلیز خونه رو تا باشه بابا سکن صدا نمیپیچه حالا کوکه میپیچه چون کنی بابا به استقون خوب بابا من پاک نیم گپا کم کو خورتکک فقط خورتکک که برو خوشورکان رو رای کنی مثل که چین نفر دیگه برو کشی و تو خبر کن بیا اینجی اگه بابا یک دم میشه بابا ما این تلفن خود بدیم بابا اگه میشه که تلفن شما بوق میخوره ورنالشتون بفهمید که دهن ما قلف شده بگیره بفهمیدیم بابا اگه میشه یک دم زنگ بزنه هر دم زنگ زنه اگه میشه تلفن شما جواب ندادم بفهمید که دهن ما قلف شده همینطور ریگ بار کرده بیای خوبه میام بله دلچی بالا اگه شرکان بیاد رای کنیم خوبه بیبی من مدام کمیره بیت آشخالا میرید بابا بیت گلار جمع کرده دیگه اگر ما مدام لمشتی جمع دلچینی به شما اتوبات هستید بفهمیدی؟ شما کی؟ آها ماما منه نه بابا نکسی دوتاره در ما گلف نیه این جاری میکنه تا دلیزه خوبه دلچینی هم میگیره خودی به تلفنگای کار میکنه خوبه هر نیم ساعت بابا یک دفعه زنگ دیدیم میشه به تلفن دلچینی بگیر اگه میتونه شلوم خروب کنیم اینا جمع کنی بگیر جاری کنی درس ها کنه اشتغلی بچه خاله اشتغل چه خاله؟ اشتغل جان جون خوبه
دلچین جو چه کار میکنی؟ هیچی دیگه بعد نگاه بار کردیم پیار موبایل نگاه بابا تابالغا مثلا میگم چی میگم؟ مگه تو تا خونه جلو کومه چه میدون خواب داره مشکل لمشتی داره که صاحب سرا نگه مردم لمشتی خب مردم لمشتی چی؟ تو به سنگ یک مردمان چی کردی یا رو تو؟ ها چی کردی تا خونه مردم آینه که خبره؟ کجا خونه ماله؟ یعنی جلو نکن مای چی کردی بابا؟ دلچینی پس ولی آنه بله مشکل چه نمیخوندی به بشکست بل بعد بابا بده اگه بابا پرسیدم بابا تحصیلم چه میگم مدام این شو خودم خانواده خودم و خزانه بیم مثلا ما شما نه دیگی داره نه دیگلی داره بابا بعد خزانه این شو بره این شو بمون این شو مهمان شما نه؟ این شو خوب خونه که اینا جمع شده بودی خویی این کاری نمیکنی بدید ایشته سعی آوردم ماله نه وقت که برای گوتونو شما خونه جلو نکنید نه بابا اگه پیار بپرسیدم بابا جلو کنید دلچینی خوبه بگین صفا سوتره شده خوبه وقت برای چی نداری تو بزنه بابا اوکو گیلا که تو همین سر جاری گفتن جاری کن تا خونه رو جاری کنه که تو نگه که این مردم لماشی بیدم چه کار فلانه خوب کاری برای یاد دادن تو شون ساعتی خور میکنه خود چه کار کنم دیگه برو برو